شاید گفته مکس هالووی کشتیش بده، میام یه دو سه تا تیک داون بگیرم، شاید با این فاصله ای که از فایت گرفتم نتونم خیلی روبروش استرایک کنم. If anybody can come back after 5 years and put it all together and start winning against the best guys, it's Conor. You know, he's a special individual. Even though he's a horrible person and I don't like him, he has some God-given gifts. اگه فایت دوم جان جونز و سیریل گان برگزار بشه، نمیشه گفت جان جونز میبره. سیریل بعد اون شکست پیشرفت زیادی داشته، وگرنه خود جان جونز هم از تاماس فینال میترسید، ولی سیریل گان خیلی خوب داشت کنترلش میکرد. سلام بچه‌ها، چطورید؟ خوش اومدیم به MMA مگ. قرار اخبار و حواشی دنیای MMA و فایتینگ رو به شما با ارشیا عزیز بگیم. ارشیا جان، امروز چه اخباری داری از دنیای MMA و فایتینگ برامون؟ منم اول از همه درود میفرستم به تمام رفقای گلمون. امیدوارم هر کجا که هستین حالتون خیلی خوب باشه و اخبار امروزمون رو از یه خبر حالا نسبتا خوب شروع کنیم. یه خبری داشت میومد که کانر توی اون اپیزودهای امبدد هست قبل فایت، حالا یه سری‌ها رو میاره همه فایترها هستن تو مثلا لاس وگاس جمع میشن و دورم. اپیزود یک که معمولا اصلا کانر شرکت نمیکنه، گفتن که نه عادیه، خب مثلا تو اپیزود یک نیست. اپیزود دو هم اومد، دیدیم بازم کانر نیست. همه گفتن ای وای دوباره کانر کشید عقب. بعد یه سری‌ها داشتن کامنت میذاشتن تو همون یوتیوب خودشون که پولمون رو پس بگیریم. یکی میگفتش که قراره روفی بیاد فایت قشنگی با مکس داشته باشه. روفی حالا اون فایتر بکاپ فایت این دو نفره، ولی حالا خوشبختانه کانر رسید به لاس وگاس، آماده است و با طرفدارا حالا خوشو بشه. اینا امضای خوشگلش هم اینجوری داره الان انجام میده و حالا خدا رو شکر رسیده فایتشو، قراره تا یه دو سه روز دیگه داشته باشه. عالی. چند شنبه است؟ فکر کنم میشه یک شنبه سر صبح ما، ولی تایم دقیقشو نمیدونم دقیقا ساعتی چند میشه. امروز چهارشنبه است، درسته؟ الان ما ضبط میکنیم چهارشنبه، به دست بچه‌ها برسه احتمالاً پنجشنبه. حالا که احتمالاً شاید پنجشنبه صبح باشه یا چیز، ولی آره پنجشنبه جمعه سه چهار روز دیگه فایت بسیار بزرگ و جذابی رو داریم. برگشت کینگ، من همیشه بهش میگم کینگ کانر. عالیه داداش، ببینیم چیکار میکنه. همین که کنسل نشده دعا کنیم خدا رو. آره. و حالا در مورد کانر هم داریم حرف میزنیم، یه پستی هم ببینیم از ویدیو اسپارینگ و اینجور چیزاش. حالا عکس و فیلم و اینجور چیزا زیاد امسال در نیامد. خودش هم میگفت خیلی میخوام متمرکز باشم روی تمریناتم و همین الانش هم گفت اصلا خیلی مشتاقم و خیلی موتیویتد شدم که بیام دوباره کامبک خوب بزنم و این داستانا. ولی چیزی که حالا از تمریناتش اومده مثل این که استراتژیش واسه فایت با مکس اینه که روی تیک داون ها، روی گرپلینگش خیلی کار کنه و توی تمریناتش مثل این که یه تایم طولانیه که روی مورد داشته کار میکرده. حالا شاید یه کانری ببینیم که توی این فایتش بخواد جلوی مکس از این سلاحش استفاده کنه. میگفت میخوام یه چیزای جدیدی استفاده کنم، یه کانر جدید میبینی، شاید بیشتر روی گرپلینگ و روی زمینش کار کنه. میگه send him to 3 years Dagestan and forget. به قول اسلام داشت فایده نداره. ببین ایلیا یه حرف قشنگ با جو روگن گفت توی پادکستش. گفت اونایی که بیسشون با کشتی میاد بالا با اونایی که بوکسورن بد میخوان کشتی بگیرن، اینا زمین تا آسمون با هم فرق میکنن. میگفت کشتی شما بوکس رو میتونید تو یکی دو سال یاد بگیرین، خوبم بشین توش، ولی کشتی جزو داستانها و رشته که باید از همون اول بیست با اون بیاد بالا. نمیتونی تو یه سال دو سال کشتی یاد بگیری و کشتی بلد بشی. و این ما داشتیم رو همه کسایی که فایتر هم ببینی دیدیم تا حالا هیچ استرایکری کشتیگیر نشده، ولی کشتیگیری بوده که استرایکر شده. اسلام بوکسش خوبه، اوکی. منظورم اینه که شما نمیتونین تو MMA استرایکری باشی که بعد بیای لول کشتی تو ببری بالا. چیز میتونی، تنها کاری که میتونی بکنی که ما مثلا بخوایم مثال بارزش هم بزنیم واقعا خوب کار کرد تو این کار، الکس پریرا، تیک دان دیفنس تو بهتر کنی، دفاع کشتیت رو بهتر کنی. این کارو میشه کرد. آره شاید رو این کار کرده، ولی بس این اصلا مکس هالووی به خاک نمیبره کسی رو، ایستاده کاره. میدونی چی میگم؟ مگر اینکه بیاد کانر کل این همه حرفایی رو که زدیم و برعکس کنه، بیاد بگه آقا من کشتی یاد گرفتم،
حالا شاید مکس هالووی هم به قول گفتنی تکتانش که مکس هالووی ادعایی در کشتی نداره. خب یعنی استراتژی شاید این باشه یه دو تا هم تکتان بگیره. ولی منظورم اینه که کاری که کانر میتونه بکنه و خیلی تلاش کرد این کار رو جلوی خبیب بکنه و جواب نداد، همون بالا بردن تکتان دیفنسش بود. اصلا تاثیر نداشت، میگیره و همونجور خبیب میزد زمینش. تو اون فایتشون خیلی هم کار کرده بود تا جلوی تکتان دیفنس های اونو بگه نمیشه. داداش واسه همینه میگن اونایی که بیسشون با کشتیه، کشتیگیرهای خوبی هستن، معمولا بالاترین لول های UFC اسامی رو بیشتر میبینی که در رده کشتی بودن، یعنی تو کشتی خوب بودن. جان جونز، جی اس پی، جورسیت پیر، خبیب، همه اینا تو گرپ بی‌نقصن، همه راحت خاک میکنن. اوکی، پس این داستان ثابت میشه. حالا یه کسی مثل اندرسون سیلوا که به استثنا هم در میاد، ولی اندرسون سیلوا جلوی گرپلرها مشکل خورده. بریم فایتاشو ببینید. این هم از این داستان. حالا باید ببینیم چیکار کرده، ولی استراتژیش برای تیک دان دیفنس بالا بردن باشه به نظر بی‌معنیه. شاید گفته مکس هالووی کشتیش بده، بیام یه دو سه تا تیک دان بگیرم، شاید با این فاصله ای که از فایت گرفتم نتونم خیلی رو به روش استرایک کنم. خب و خیلی هم نرماله. ما دیدیم مثلا داستین پوریر اون 10 ثانیه آخر که خواست مکس هالووی گفت بیا وسط بزنه، کشته بگیره، بغلش میکرد، نمیتونست بزنه. و شاید به همون مشکل هم چیز بر بخوره کانر و میخواد یه سلاح اضافه برسازمانی برای کسی که کشتیش خوب نیست استفاده کنه و امتیاز بگیره. ولی اگه بره به اون سمت، خب جذابیت فایت هم یه کوچولو عوض میشه دیگه. یعنی شاید کیفیتش بیاد پایین با اون چیزی که ما دوست داشتیم ببینیم. میدونی منظورم چه؟ همه دوست دارن یه فایت ایستاده از این دو نفر ببینن، تا اینکه مثلا تو وقتی اسم خبیب و اسلام میاد میدونی نصف فایت رو زمینه، ولی وقتی اسم کانر و مکس هالووی میاد یعنی میگی 90% 95% فایت قرار ایستاده باشه. مثلا همینجور اسم مثلا جاستین گیجی اسمش میاد یعنی شو اصلا قرار کامل یه فایت ایستاده ببینی ازش. حالا شاید هم اون استراتژیه که برای راند مثلا سوم به بعد میخواد استفاده کنه دیگه، تو راند 1 و 2 نتونست تمام 100% کنه. آره. داداش بعد ببره، نیاز به برد داره. و من نمیگم کارش اشتباه ها، نه به هیچ عنوان اشتباه نیست. شما وقتی که آنالیز میکنی فایترها رو، مربی مثلا مربیش میاد آنالیز میکنه یه فایتر رو، میگه خب این فایتر این مشکلات رو داره، مثلا تیکتان دیفنسش ضعیفه. میگه تو هم یه کوچولو مثال میزنم این چند وقته کشتیات گرفتی، بیا یه کوچولو کشتی تو قوی کنیم، مثلا راند 3 که دیدی نفس کم میاری تیکتانش کن، امتیاز دیگه داداش. اینا همش استراتژیت، میشینن مربیاشون پلن میریزن، آنالیز میکنن، میشینن کل کریر فایتی طرف رو نگاه میکنن، مخصوصا 2 سال اخیرش رو ببینن عملکرد اون فایتر جدیدن به چه شکل بوده. همه این کارا رو میکنه یه مربی. مطمئن باش برنامه ریزی که کرده مربیش و تیمش بهترین برنامه ریزیه که نیاز داره تو این فایت عملکردش خوب باشه. چون همه از کانر دوست دارن این فایت رو ببره. برد گفتم مکس هالووی هیچ آورده زیادی نمیگم نداره، مثل کانر نداره. قطعا برد هر سوپر استاری مکس هالووی سوپر استاره، اصلا نمیشه در نتیجه این کار کرد. برد مکس هالووی چندین فایت آپشن باز میشه که دوباره باهاشون فایت کنه. ولی بحث اینه که برد کدوم فایت های بیشتر و جذابتر و پربیننده تری برای یو اف سی و برای دوستداران یو اف سی برمقام میاره. قطعه به یقین کانر، میدونی باعث میشه با اعتماد به نفس بالاتری برگرده کانر. 100%. دقیقا هم جان جونز تو این پادکست آخری، تو این اینترویو آخری، جمله قشنگی میگفت که داشتن این قدرت، این محبت که بتونی تعیین کنی فایتت روی زمین باشه یا ایستاده باشه خیلی مهمه، که دقیقا کشتیگیرای این مورد رو دارن دیگه. دقیقا. و حالا در مورد این موضوع گفتیم، استراتژی کانر رو دیدیم، استراتژی اسلام هم ببینیم. مثل اینکه اسلام هم آنالیزه رو انجام داده، 100% خوب انجام میداده و داره با حریف تمرینی‌های اسپارینگ میکنه که به مراتب قد بلندتر از خودشن و دیگه اصلا چیزیه که اگه انجام نمیداد حس میکنم باید تعجب میکردیم. داره اینا رو استفاده میکنه. آره 100% باید همچین آماده همچین چیزایی هم میبود دیگه. خبیب مربی کشتیشونه، مربی بوکسشون هم اسمش یادم رفت که تو پادکست خاویر مندز. اسمش چی بود؟ آره خاویر مندز. بعضی من اینقدر اسامی زیاده یادم میاد، خیلی نرماله.
آره اون دیده داداش برای بوکس کردن با آدم قد بلند بعد مشتات بالاتر بندازی دیگه. پس برای اسپارینگ کردن یکی نیاز داره که این دستکش لامصب بالاتر نگه داره که بتونه اون یارو بخواد اینجا نگه داره، خودش خسته میشه تو اسپارینگ. واسه همین خیلی گزینه خوبیه، خیلی و واقعا هم همین رو انتظار داریم دیگه. ولی این هم فایت زیبایی میشه 100%. باز هر جور نگاه میکنی اسلام خیلی سلاحهای بیشتری تو چنته داره برای برد گری، ولی اصلا نباید ایانگری رو به نظر من دست کم گرفت. خیلی فرزه، میگن طرف وزه است، به این کلمه وزه رو میشه قشنگ برای ایانگری استفاده کرد. واقعا آدمیه که میتونه تو فایت رو مخت بره، اذیتت کنه، در بره از زیر دستت. فرزه، میدونی مثل این ماهی ها هست که میلغزن، در اینجور حالتی داره، در میره مشت میزنه فرار میکنه، خیلی کارو سخت میکنه. بعد بلندم هست. به نظر من فایت شاید بگیم فایتشون خیلی بزنی نباشه، ولی فایت اذیت کننده ای از سمت یانگری قطعا خواهید دید. یعنی از اینا خواهد بود که میزنه فرار میکنه، میزنه فرار کنه، درگیر نمیشه با اسلام. اصلا درگیر شدن با اسلام به نظر من کار ابلهانه ایه. هر کسی استراتژیش بزن فرار کن باشه خیلی قشنگتر میتونه امتیاز جمع کنه، چون نزدیک بشی به اسلام خاکت کرده. مگر اینکه یک استعداد مادرزادی تکتان دیفنس وحشتناکی داشته باشی، زورش نچربه بهت بتونه خاکت کنی. وگرنه نزدیکش بشی بخوای باش استرایک کنی، دو تا مش بزنه، مشت بعدی رو گولت میزنه، خاکت میکنه. این استراتژی اسلام بوده همیشه و خیلی هم مهارت داره. و این همون بحث حرف جانجوز میاد که محبت چیز میشه دیگه. واقعا هر کسی سلاح بیشتری داره میتونه حرکت های بیشتری هم بزنه تو فایت. در مورد این مورد گفتی که محبت خدادادی داشته باشه، تیک داون ها رو، تیک داون دیفنس خوبی داشته باشه. ایانگری حس می‌کنم یه همچین آدم شاید در یه آره دونه 80% تیک داون دیفنس داشته توی یو اف سی. آمارش خیلی خوبه. ولی آخه ببین یه چیزی، یکی از بچه ها کامنت قشنگی گفته بود، گفته یا بود اسلامو با بلال چیز محمد شفقت مقایسه و نکنیم. بلال محمد کشتیشو مقایسه نکنید و حرفش کاملا درسته. داغستان لول کشتیش یک لول دیگه است کامل. واقعا بعد ببین جلوی، جدی میگم، داغستانی یه کسی مثل مهراب بندازی که خودش روانی کشتیه، نتونی هیچ کارش کنی. میدونی واقعا مهراب تو این شاید داستان کم نیاره جلوی داغستانی. یه فردی مثل مهراب که دیدیم جلوی پسر خالش بود چیز، جلوی عثمان چیز کرد دیگه، قشنگ سرویسش کرد. عثمان از راند داغستانی هم یه کوچولو مشکل کاردیویی، نمیدونم همشون هم این مشکل دارن. راند 3 به بعد یه کوچولو تعطیل میشه. اگه شما چیزم بریم ببینین، اسلام و جلوی ولکانوفسکی ببینین یکشو، از راند 3 به بعد یه کن شد اسلام، مثلا یه جور دیگه شده بود. چه عمر هم همینجور شد، راند 1 و 2 خیلی خوب رفت، خیلی حرکت های سریع. از راند 3 شروع کرد سرناهسته شدن دیگه. از اونجا بود که مهراب گرفت دستش، هر حرکتی دوستاش میزد رو اومد، اون لگد مینداخت مسخرش میکرد. آره اون چیزم مهراب هم داداش، حالا اسمش اومد، واقعا به خودش باخت. خیلی فایت تو یه سال کرد، اصلا اومد گفت آقا من با همین سیستم رسید به کسی که واقعا پیتریان شگفتیه. فکر کنم یکی از شگفتی های امسال بود که گذشت، که یک کاری کرد که فکر کنم هیچ کی فکر، چون فایت یکیشون انقدر با تسلط برده بود، در جور فکر میکردی انتظار نداشتی بیاد همچین عکس العملی نشون بده پیتریان، و واقعا دمش کرد. خیلی دیدگاه من رو حداقل نسبت به پیتریان عوض کرد. غیر از اینا یه حالا آپدیتی هم ببینیم از ایلیا توپوریا. نمیدونم والا این جدید قدیمیه، هر کی میبینی یه دونه آپدیت از ایلیا توپوریا منتشر میکنه. اینو میگن آپدیت آخرشه، فقط یه مقدار دماغش هنوز متورمه و حالا صورتش انگاری واقعا اوکی شده دیگه. دوستای خودمون هم کامنت گذاشته بودن میگفتن که نه عادیه، تا این تایمی باید یه مقدار صورتش اصلا بهتر شده باشه که این همچین چیزی میگن آپدیت آخرشه. دوش در این حد واسه 2 هفته بعد اون صورت یکم غیر عادی نیست؟ یه کوچولو از غیر عادی اون برتره. خیلی عجیب غریبه. واقعا من الکس پررا رو تو برزیل دیدیم که یه پارگی زیر چشمش نداشت، باد بود، کبودی داشت. این مگه داشت احتمال داره. خب اگه واقعا این عکس چیز ویدیو جدیده، خب فقط اینو دارم، این باید گرین کرده باشه. اصلا نمیشه این پارگی هایی که افتاده بود زیر گونه
تو 2 هفته بچسبه، بعد خطش هم از بین بره، خط پارگی ها. میدونی چی میگم؟ نمیدونم داشت واقعا نظر اینو میتونه متخصصا و جراحی پلاستیکا بیاده چه جواب بدن، کسایی که متخصص پوستن. ولی چیزی که حس میکنم احتمالا یه گریمور داره داداش، داره میپوشونه. به غیر از این امکان نداره پارگی تو 2 هفته پارگی جاش هم بره. انشالله یه روزی بیاد شفاف سازی کنه در این مورد. و آره خبر کوچیکای من تموم شد، ولی مصاحبه داریم. 2 تا مصاحبه هم امروز دارم و در مورد داستین پوریه است که یه دونه از این مصاحبه واسه قبل زمانیه که ماجرای دستگیری و اینجور چیزا حواشی‌ها به وجود اومد و اون یکی واسه داستان بعد از این حواشیه و حس میکنم یه تفاوت محسوسی، کلا تغییر رویه‌ای توی رفتار داستین ما میتونیم ببینیم. حالا از اینی که قبل از دستگیریش بوده، این دقیقا برمیگرده به ایونت خود کاخ سفید، همون حوالی ضبط شده بود که حالا بهش پیشنهاد مثل این که دادن از این سازمان‌های دیگه که بیاد اونجا فایت کنه. بعد میگه که آقا اصلا من هنوز زیر تحت قرارداد با UFC هم، هنوز مثل کانر قرارداد رو داره با UFC و میگه یقینا احتمال داره برگردم اگه اون فایت درسته بهم پیشنهاد بشه و فایت درست هم میتونه فایت مجدد با کانر باشه، نیت دیاز باشه که میگه سالاس دنبالشم، با نیت دیاز میتونه باشه و با گیچی که هنوز یکیم. البته میگه سری آخری با هم دست دادیم، قول دادیم که دوباره خانواده‌مون رو تحت همچین فشار و استرسی نذاریم، ولی هنوز با گیچی هم یکم که میتونیم اون داستان اون پرونده اونم ببندیم. ولی در هر صورت اگه یه فایتی بهم بگن همون موقع، اگه فایت درستی باشه میتونم برگردم، بازم برگردم در حد 1-2 فایت، نه اینکه دوباره بخوام یه روند طولانی داشته باشم. چرا جلو مکس هالووی نه؟ یه بار اون برد آخرین بار، یه بارم تو باختی دیگه. گیجی رو فکر کنم اینجا گیجی قهرمان بوده دیگه، نه اسمش این آورد دیگه، دقیقا نه؟ قبل از کاخ سفید بود. آره. جالبه، چقدر جالب. خب نکته ای که هست، قطعا دوست دارم پوریه رو دوباره من خودم تو رینگ ببینم. شاید جذاب ترین فایتشون بخوام ببینم کانر در مقابل پوریره، چون خیلی بد با کانر فایت دوم پاش شکست و اصلا حالت خیلی بدی شد. شاید دوست داشته باشم اون فایت رو ببینم و فایت جذابی باشه. فایتشون هم با بددهنی تموم شد، یعنی فایت دومشون اوکی. و اون شاید بین تمام اینایی که گفتیم جذاب ترین باشه. نتیاز هم میتونه جذاب باشه، ولی اون دیگه از دور خارج شده. نت بچه ها آخرین فایتاشو دیده باشن دیگه مثل قدیم نیست، حتی از نظر نفسی هم کم میاره یه کوچولو. بعد حالا به داستان هم اتفاقا گفتش که کانر که دیگه داره برمیگرده، پس حالا احتمال کانره هست. اول میگه که باید ببینیم واقعا کانر برگشته یا نه، چون شما تو این ورزش خیلی زود سنت میره بالا و 1 سال خودش یه فاصله طولانی. حالا شما در نظر بگیر که کانر 5 سال دور بوده، ولی اگه یه چیزی شبیه به اون زمانبندی و اون استرایکینگ و اون حرکات سابقش رو بتونه بیاره بازم خطرناکه. و میگه با اینکه از کانر خوشم نمیاد، آدم وحشتناکیه، ولی تو این مورد باید بهش کردیت داد که اگه یه نفر باشه که بتونه بعد 5 سال برگرده دوباره شروع کنه به استارت روند بردن، اون کانره. اون یه محبت خدا دادی تو این مورد داره که میتونه همچین کاری کنه. باز با این حال گفته باید ببینیم نتیجهش با فایت مکس چی میشه، چون دقیقا همین حرفم شما زدی. با 2 تا فایت آخرمون اگه من الان بگم میخوام با کانر فایت کنم، همه فکر میکنن دنبال یه فایت آسونم که فقط یه چک بیاد پولش بره تو جیبم و دستاورد خاصی واسم نداشته باشه. میگم اون میتونه فایت میگم دیگه، واسه همین ای دارم میگم برد کانر انقدر آپشن جلوی همه میذاره، تو لیستا 10 نفر میتونن شکلهای مختلفی با کانر فایت کنن. یعنی میتونی با اسلام جلوی کانر بندازی، بگی انتقام سخت از سمت کانر، اسمش هم همچیزی، بندازی جلوی گیجی مثلا برای اولین بار. خب مثلا اینجور اسامی هم میدن بیرون برای هر فایت دیگه. برای پوریر انتقام مثلا، میدونی انقدر آپشن زیاد داره کانر، میتونه همه فایتاش جذاب باشه که به نظر من فقط دعا کنیم ببره. خیلی هم سخته ها واقعا بعد 5 سال. حالا میگه محبته، من کانر نمیدونم حالا پوریر چی دیده که این حرفو میزنه.
چون ما از کانر بازگشت 5 ساله ندیدیم که بخوایم بگیم که روند برداش پشت سر هم بود. کانر رفت بعد جلوی آلوارز که اومد برد، رفت بوکس کرد جلوی میوده، برگشت جلوی خبیب باخت، بعدش اگه اشتباه نکنم سرونی رو برد، بعدش دو دو تا بار پشت باخت. سر هم به آره. پوریر باخت. اوکی. پس اون کامبکی که میگه رو من نمیدونم منظورش چیه. من فعلا شاید هم افرادی بودن حالا کامبک زدن بعد یه مدتی چجوری، شاید یکی رو بخوایم نام ببریم که اونم حالا یک فایت داد نمیشه اونم گفت، جورج سنت پیر بود. بعد چندین سال برگشت جلوی مایکل بیسپینگ، یه اگه اشتباه نکنم رده وزن، چون تو 2 تا رده وزنی قهرمانی داره دیگه، یه دسته وزنی هنوز بالاتر بود اون فایت هم سر کمربند بود و برد. خب شاید تو کل کریری که یادم میاد یه فردی که با فاصله زیادی، نه به خاطر ممنوعیت خودش نمیخواست باشه، رفت و برگرد، جی اس پی رو بخوایم بگیم. وگرنه مثلا یکی بخواد جان جونز رو مثال بره، جان جونز خودش معلق شد به خاطر در اومدن مثبت بودن چیزاش، به خاطر مشکلات زندانش و انقدر از زندگی جان جونز میشه فیلم درست کرد. و من مطمئنم یک کسی شاید هم درست کردم نمیدونم، احتمال فیلم با کیفیت نبوده که ندیدیم، شاید درست کردم. ولی واقعا دوست دارم یه بار یک تیم قوی بیاد زندگی جان جونز رو فیلم کنه. اصلا این تماما فیلمه این آدم از اول نوشتن. یه ویدیو داره بچه شاید دیده با شاتگان میدوه دنبال طرف و دوربین مدار، بس اصلا پرات میرسه جان جونز شات کنه. خیلی خیلی عجیب غریبه. و حالا ادامه همین پادکست، همین اینترویو، یه پادکستی هم داشت. این یکی دیگه جدید بوده. این یکی برای بعد حواشی و دستگیری و حالا اون مشکلاتی که واسش پیش اومده، گفت دچار افسردگی هم، کل کریرم دچار افسردگی بودم، الانم کل فضای مجازی هر چی داشته رو فعلا پاک کرده. و حالا جدا از این که میگه این که پیش اومد باعث شرمساری خودم و شرمساری برای خانواده‌ام شد، اونم توی روز پدر که صبحش با بچه‌ام وقت گذرونده بودم، روز خیلی خوبی داشت، ولی دوباره یه کلیک باعث شد که برگردم به حالا الکل و اینجور چیزا. همون داستانه پیش اومد که حالا ما هم کاور کردیم و دوستانم 100% میدونن، ساعتون در نیارم. اینجا دیگه در مورد فایت نگفت که من میخوام با فلانی فایت کنم و چه میدونم کانر حریف بعدیم باشه. اینجا اتفاقا درباره ترسش از اون مشکلات مغزی، اون CTE، که یکی از دلایلی بوده که روی بازنشستگیش تاثیر گذاشته بوده، یکی از دلایلی که همسرش خیلی اصرار به بازنشستگیش کرده. و میگه که خانومم از چند سال پیش بهم میگفته که یه سری تغییرات توی رفتار، توی اخلاقیاتت من دارم میبینم، میگه خودم اتفاقا احساسش نمیکنم، شاید این آدمی که امروز هستم، ولی بهم میگن که من رفتارم تغییر کرده. و به اصرار خانومش بازم به یه عصب شناس مراجعه کرده که یه سری تستا، یه سری آنالیزا انجام بده روی مغزش. و میگه که بازم همون داستان، دقیقا نمیشه گفت سیتی داره یا نه، برمیگرده به زمان بعد از مرگ که بتونن قشنگ مطالعه کنن رو مغز. ولی میگه که انگاری یه سری تغییرات روی ساختار مغزش بوده، یه مقدار از بخش عقبی مغزش کوچیک شده، اون فاصله بین نیمکره راست و چپ مغزش بیشتر شده که همین باعث شده ارتباط دو طرف بدنش به خوبی سابق نبوده باشه. ولی میگه که باز هم اینا چیزاییه که من الان میدونم، متاسفانه ما هیچ اطلاعاتی از روندش از اون قبل از داستانهای فایت و تمام این سالها نداریم که ببینم مغزم چه جور تغییراتی کرده. و حالا این بخشش هم هست که دیگه شاید داستان یه مقدار فاصله گرفت، نه فقط به خاطر حالا این مشکلات چه میدونم، حالا ترس از مشکلات مغزی، حالا این داستان حواشی و الکل و افسردگیش هم حالا اضافه شده و دیگه نمیدونم که واقعا بتونیم یه روزی برگشت داستین رو ببینیم یا نه. خیلی خوب میشه مثلا هر کسی با یو اف سی قرارداد میبنده بره مغز اینا رو اسکن کنن، بعد مثلا موقع بازنشستگی هم بکنن. حالا واسه شاید یو اف سی کار درستی نباشه، خودش رو بیندازه تو چیز، ولی خود افراد بکنن. این خیلی دیتاهای خوبی به کسایی که میخوان فایتر بشن میده. مثلا میگم فکر کن همه این کارو بکنن، یه جامعه آماری در میاد حالا از یو اف سی که مثال میزنم، فایترهایی که زیاد مشت خوردن،
مثلا چند درصدشون اینجور مشکلات میگیرن. خیلی کمک میکنه به کسی که بخواد وارد همچین رشته‌ای بشه که بدونه چقدر احتمال داره همچین مشکلاتی بر بخوره. خیلی کمک میکنه. من امیدوارم یه روزی همچین داستانی پیش بیاد، حالا یه ارگانی یه سیستمی بیاد حمایت کنه از فایترها، مثلا قبل ورود به سیکل حرفه‌ای نمیگم تو آماتوری، حرفه‌ای، مثلا با یه سازمان مثل یو اف سی یه جایی قرارداد می‌بندن، به صورت رایگان مثلا از مغز اینا اسکن کنن نگه دارن، بعد بازنشستگیشون هم مثلا بیان نگه کنن، داده ها فوق العاده میشه و خیلی کمک میکنه به دوستان و علاقه‌مندانی که دوست دارن وارد این رشته بشن، بفهمن احتمال اینکه چقدر مشکلات مغزی براشون پیش بیاد هستش. خیلی کمک میکنه. این از این داستان. در مورد پوریه، شان استریتلند حرف زده بود، نمیدونم شنیدی یا نه. گفته بود مسخره با او کلا نشسته ببینه که چی کار میکنه، یه تیکه بهش بندازه. گفته بود پاشو بیا ببینم بچهای سرطانی رو ببین، میگه افسردن اونا پول ندارن، بدبختن، اینجوری تو خونت نشستی از تختت میای بیرون میگی نمیدونم افسردم و اینجوریه. ببین حرفش میده، چون اون پست رو دیدم و دیدم کامنت ها خیلی مثبت بود، مثلا آفرین شما خیلی درست میبینید. ببین بچه، شما نه روانشناسی نه روانپزشکی نه با مشکلات روانی اون فرد، شما میرین میبینید یه آدم پولدار خودکشی کرده، مگه تو مغز اون بودین چرا خودکشی کرده؟ مگه از دغدغه های مغزی اون با چه چیزایی داره دست و پنجه نرم میکنه چیزین با خبرین؟ ببین کلا یه تحقیقی بود، یادم نمیاد کی خوندم، آدمایی که پول دارن یا پولدار به دنیا میان احتمال افسردگیشون بالاتر بود نسبت به آدمایی که پولدار نیستن. خب چرا؟ چون اونایی که پولدار نیستن یه سری هدفها دارن بهش برسن به یه کار خوب، حالا کار خوب میرسی برسن به اونی که پولدار به دنیا میاد، چون هدفی نداره کلا گیج میشه، تو حس میکنه هیچ کاری واسه انجام دادن نداره، این خودش باعث افسردگی میشه و تحقیقش بود. و اینو میخوام بگم، فکر نکن یه کسی پول داره یه کسی در بالاترین جای این مشتا میتونه باعث افسردگیش بشه، مغزش تکون خورده، هزار تا مشکل. مگه از طرف خبر داری، روانپزشکی، روانشناسی، میدونی چرا یارو الان این مشکلاتو داره؟ من منظورم اینه که اگه شما پولدارترین فرد هم دیدین یه روزی خودکشی کرد، پولدارترین فرد رو دیدین که میاد میگه من افسردگی دارم، الکی نه ببینین چه باید یه روانپزشک بیاد دلیل اینو یعنی ریشه یابی کنه، ببینه چه شکلیه چه جوریه. اینقدر راحت حرف نزنید یا رو چیز نکنید. اون شان استریتلند که کارش همینه تو فضا مجازی و همه یه تیکه بندازه همیشه رو بورس باشه، ولی شما تو بازی اون نرید. اوکی، اینقدر همه چی رو سطحی نبینید. اینو میخواستم بگم. حالا اصلا در مورد CTU آسیب مغزی هم گفتی. آره همین که اصلا این خیلی به قول خودت دیتای خوبی میشه. اصلا حس میکنم محققا سر و کله میشکنن واسه همچین داستانی دیتایی داشته بله باشن تو بله. مقالات. بعد اصلا چیزی هم که هست اصلا لازم نیست، یه چیز عجیب غریبیه، لازم نیست شما دقیقا اونقدر ضربه به مغز و مشت و لغت و حالا اینجور چیزا باشه. فوتبالیستا مخصوصا مدافعا به خاطر ضرباتی که با سر به توپ میزنن، به خاطر پرش زیادی دارن، اونا هم حتی به این مشکل دچار میشن. طی زمان تاثیرشو میذاره قطعا. آره دقیقاً. این داستانم بود. و اگه موافقم باشی یه سری بزنیم به کامنت ها و سوال. حالا سوال که حالا کامنت های دوستامون اینجا. و اول از همه بله. یکی از دوستامون در مورد شفقت پرسیده بود، من اینو آماده آورده بودم. از شفقت هم یه آپدیت داریم، داره این مراحل توانبخشش رو انجام میده دیگه روی اون پایی که عمل کرده و آسیب دیده. و حالا هنوزم مشخص نیست اصلا برگرده برنگرده کی بتونه برگرده، ولی این آخرین ویدیویی که از شفقت منتشر شده. هیچ وقت نمیدونم بد شانس بود چه شکلی بود، منیجرش خوب بود بد بود. ببین تا اومد رسید به تاپ لول، رسید به ایانگری، بعدش تموم شد رفت. میدونی چی میگم؟ بد شانسی آورد واقعا. و تازه داشت، ببین چون شفقت رو میگفتن که فردی که رانده یک کمر رو تمام میکنه، رسید به ایانگری، دیدن نه آدم درست حسابی جلوش میفته میبرتش. آره تونست ببره ولی کارش سخت میشه، مثلا دیگه اونجوری نبود. ولی خیلی ها فکر کنم با من هم نظر باشن،
دوست داشتن الان که مخصوصا اسلام اومده تو این دسته شفقت اسلام میدیدن. منم دوست دارم ولی نه این شفقتی که الان اینقدر دور پاش معلوم نیست در چه وضعیتی. و امیدوارم داداش خوب بشه. من واقعا هنوز امیدوارم یه روزی شفقت برگرده یه فایت خوب بده اونو پیروز بشه، اسلام بازنشسته نشده باشه، شفقت اسلام ببینیم. اینو فکر کنم همه دوست داشته باشن. یا مثلا شفقت مورالس ببینیم، اینم خیلی جذابه. اونم هر دوتاشون هم نباختن، اینم میتونه فایت جذابی باشه. کلا خیلی هم منتظر بازگشت شفقتم ولی هیچ دیتایی نمیده که اصلا برمیگرده کی برمیگرده و این علامت سوالیه که مونده. بله. و چند تا از دوستامونم در مورد اخبار حالا بوکس و بخشای دیگه حالا رزمی ها صحبت کرده و گفته بودن که اینا هم کاور کنین، بعد اصلا یه بخشی هم اضافه کنید به عنوان حالا زندگی نامه و حالا داستانایی که پشت یو اف سی هست. اتفاقا اروین از همون اول کار به من میگفت که زندگی نامه که نیکو است. ببین اینقدر دکتر نیکو زندگی نامه رو خوشگل چیده با ویدیو. من خودم جرئت نمیکنم اونقدر فریم ویدیویی بذارم داخل یوتیوب. من نمیدونم چیکار میکنه استرایک نمیکنه، خیلی سخته. دم تیم ادیتورش گرم خودش. اون همه زندگی نامه ها رو گذاشته اون میکنه، ولی یه سری کارهای دیگه قراره بکنیم که اونا جذابن. حالا مروری در خاطراته که خیلی جذاب میشه واسه اون داستان. در مورد آرمان هم ویدیو قبلی صحبت کردیم. آرمان مثل این که فایت 5 رانده داشته با گمروت، یه فایتش 5 رانده بوده. آره یه فایت 5 رانده هم از آرمان دیده، ولی اصلا انصافا اسمم آرمان، والا طرفداری آرمان هم نمیکنم، ولی واقعا خیلی فایتر سطح بالا، خیلی هم پیشرفت کرده. خیلی دوست دارم دوباره آرمان رو ببینیم. یه دونه فایت دن هوکر بود دوباره رفت تا معلوم نیست خدا کی میدونه دوباره برگرد. اعلام میشه دیگه، به زودی اعلام میشه فایتش. بعید میدونم، فکر کنم گفتن در مراحل عقد قرار دادن. نمیدونم چیه ولی بخوام حدس بزنم امیدوارم جلو اولیورا نباشه. شاید ببین قشنگه بد نیست ولی روی بی ام اف نباشه. اصلا هیچ کدومشون بی ام اف کار نیستن. ببین یه کمربند آوردی اصلا معنیش عوض شد، اصلا الان دیگه بی ام اف نیست. اون روز اولی که اومد بی ام اف بود، الان دیگه بی ام اف شاید نباشه. اگه آرمانو با چارلز اولیورا بنداز، من این فایت رو دوست دارم دوباره ببینم و دروغ نمیگم، خیلی دوست دارم ببینم. با این فاصله زمانی که افتاده، پیشرفتایی که کردن، دست بالا رو الان کی داره؟ خب دوباره آرمان سنش کوچیک‌تره، جوان‌تره، باز به نظر من شاید دست بالاتر داشته باشه، ولی اولیورا رو هر کی دست کم بگیره چوک میشه، اصلا نباید شوخی کنه یا بیهوشش میکنه. آره این شاید یکی از اون فایتایی باشه که میخوان فیکس کنن و فعلا این مد نظرمه تو تاپای بالا. پدی هم که الان با کانرینا مسابقه داره تو همون شب، پدی قطعا نیست دیگه داداش، فقط همین اولیورا مون دیگه. من کسی توپوری هم که فایت نمیکنه فعلا تا 6 ماه آینده گفتن. جاستین موند جاستین هم نیست. این وسط واقعا فقط همین اولیوراست. یعنی هر جا حساب میکنی احتمال داره مثلا چارلز دو، یعنی چارلز اولیورا دو، آرمان، یعنی این آرمان این یه دو بذارن کنار. گزینه دیگه ای نمیبینم که منطقی باشه پشت فایتشون ها، واقعا نمیبینم. یعنی آرمان رو میخواد بندازی جلوی کی؟ چیکار کنه مثلا؟ این دیگو لوپز هم از یه دسته داره میاد بالا، از دست پایین تره، ولی همین هم که من اونم شنیدم تازه فایت داده. اونم تازه فایت داده، ولی همین هم من شنیدم تازه فایت بعدیش با چارلز اولیویرا. واسه همین ویدیو قبلی میگفتم اونم بازم فکر نمی کنم به آرمان برسه. این صحبت هم هست. نمیدونم، پس آرمان همون کشتی. سازمان کشتی بگیر تا ببینید. فعلا هیچکی نیست. برم اون چیز با نینا چیزاتو استریماتو بذاره غذای خوشمزه‌تو بخور. فعلا فایت نمیدم. یه کامنتی هم اتفاقا دیدم، یکی از دوستان در مورد جان جونز و سیریل فایتشون گفته بود و یه بحث قشنگ هم شکل گرفت. کلی دوستان همینجوری پشت سر هم کامنت گذاشته بودن زیر همون. دوستمون نوشته بود که ببین میترسید که ریسکش بالا بود. ببین شما هرچند این که یک چیز ثابته، سنت میره بالا، تجربت میره بالا، ولی سرعتت هم میاد پایین دیگه. اسکیلات افت میکنه.
چون بدن دیگه، بدن که مثلا چیز نیست که تا یه سنی پیشرفت میکنه، از یه سنی پیشرفته میشه رو افول. خب جان جونز هم اومده یه دسته هم بالاتر، سنگین وزن، اتوماتیک کنتر هم میشه جلوی تام اسپینالی که جوون فرز، بعد سلاح بیشتری داد افتاد. خب نمیگم ترسید ها، براش نمیارزید. خود جان جونز گفت زانوم یه مشکلی داره، باید یه مبلغی باشه که بیارزه بیام تو رینگ فایت کنم. حالا میگم بهش مبلغ 50 میلیون دلار پیشنهاد شده بود، نیومده بود، شاید براش اون ریسک نمیارزید. ببینید یکی میاد لگاسیشو میذاره میره. آره جان جونز اگه شاید تو پرایمش بود مینداختن جلوی تام اسپینال، یه شکل دیگه میشد. جان جونز 26 ساله 7 ساله. آخه یه مشکلی هم که هست، همه میگفتن جان جونز اون موقع مینداختن جلوی پیرمردا. نگاه کنید واقعا نزدیک به شاید 50% کسایی که جان جونز تو دوران خودش شکست داد سناشون از اون بالاتر بود، یعنی خودش ازشون جوانتر بود، شاید بیشتر حتی بالای 50%. واسه همین میگن تو شانس ندادی کسی بیاد جلو. ولی دیگه به نظر من باید از جان جونز آدم کشید بیرون. کسی که اینقدر سابقه درخشانی داره، اومده همه چی ثابت کرده، حالا با تام اسپینال اومده بررسی کرده، به ریسکش نمیارزه، نباید گفت واقعا ترسید. به نظر من براش لگاسیش خیلی مهمتر بود، چون واقعا اون فایتی بود که اصلا قابل پیش بینی نبود. ببین سیریل خیلی فایتو با تام اسپینال قشنگ شروع کرد. حالا بچه ها دیده باشن، یعنی دست بالاتر تو راند یک داشت، ولی تو همون راند یک 2 بار زد تو چش تام اسپینال. یه بار زد، فایت برگشت، بار دوم تا ناموس زد. یعنی اینجوری میکنه، میدونی، یعنی آدمی که جلوی سیریل هم سرعت خودش باشه این مراعات نمیکنه، دست جلو میخواد جلو دیدشو بگیره، یه دونه میزنه تو چش. و این میگن فایت سیریل و تام چیز جان جونز هم بچه ها میگن که واقعا قابل پیش بینی نیست. قبول دارم، آره خیلی چیزا سیریل کان یاد گرفت. اصلا روش فایتش به نظر من چیز میگفت که من مزدک میگفت و دکتر میگفتن یکم اصلا تو اون فایت سیریلگان خودش نبود. و من قبول دارم، انگار دیدی مثلا میری با گوتت مثلا میشینی کنارش، کنار اون طرف چپش قلب میگیری یه فردی که دوزه، اینجور شده بود، هول شده بود تو اون فایته. همه فکر کنم قبول، خیلی راحت تپ کرد، اصلا کار خاصی نکرد جان جد. اصلا درجا گرفت گردش درجا تپ کرد. من یه دونه کامنت دیگه هم میدم، یکم طولانی شد، یه کامنت دیگه هم بخونم، اینم قشنگ بود. چون 2 تا سایت توی کامنت ها داشتیم. یه سریا میگفتن که آره گیچی حقشه که به اینجا رسیده. یکی از بچه ها گفته بچه صبور و خاکیه و گفته که آره گفته حالا این که میزنه بازنشست میکنم بخشی از این اسپورت، مشکلش نیست، خطا نکرده و حالا تمام این نه مسیری هم که آره تمام این مسیری هم که رفته به حق بهش رسیده. یکی دیگه یه سایت دیگه هم هست، یه سری کامنت هست که این همه سال که توی یو اف سی بوده همیشه سوگلی یو اف سی بوده، 1000 تا تایتل شات پیش دادن و همشون رو میباخته. انقدر تایتل شات پیش دادن که کانر و خبیب و اسلام و اینا یا بازنشست شدن یا دستهاشون رو عوض کردن تا بالاخره نوبت گیجی شد و قهرمانی گرفت. داداش ببین من این حرف رو تا حدی قبول دارم. خب ببین کی دوست نداره فایت گیجی رو ببینه؟ اینجا بنویسه. کسی هست؟ نه. هر کس وقتی هم گیجی رو انداختن جلوی کسی آدس پایین تر بوده. اصلا انگار گیجی انداختن و طرف بزنه بیاد بالاتر، اسمش گنده تر بشه. مثلا تونی فرگوسن انداختن که بزنن هایپ فایتش با اسلام بره بالاتر. با خبیب خب برعکس شد. گفت چون دست کم گرفته شد جلوی خبیب گذاشتن. خبیب هم ثانیه آخر زیرگیری کرد، شاید نمیکرد و اصلا داستان عوض میشد، کسی هم نبود. خب گیجی هم که البته موقت دستش بود دیگه، باید فایت میکرد. جلوی توپوری هم دنبال یه فایت دیدنی بودن دیگه. گیجی کی از گیجی بهتر؟ از همهشون هم پایین تر بود. گفتم میندازیم جلوی توپوریا، میاد میبره، بعد که بردش میایم اسلام با توپوریا رو ست میکنم. دوباره اومد ریخت. همین واقعا تقصیر کسی نیست که گیجی همه رو سورپرایز میکنه. به نظرم واقعا حقش بوده، یعنی ندادن، خواستن این آدم رو بندازن اون چی میگن اون تومه باشه، این خودش شکارچیه شده، برعکس کرده قضیه رو همیشه. به غیر از جلوی
خبیب که اون حالا واقعا خیلی سخت بود نسبت به بقیه، ولی واقعا عمل شوکه کرد واقعا توپوریو. میگم توپوری گیجی، دمش هم گرم. من خیلی دوستش دارم، الان دیگه احترامم نسبت بهش چندین برابر شده بعد این داستان. و دیگه حس میکنم قشنگ یه اپیزود و نیمی اندازه یه سریال کوتاه شده این اپیزودمون. آره. و اینجا هم کامنت دوستامون به اتمام برسه. ببین کاری که میکنیم، ما میخواستیم سعی کنیم ویدیو رو کوتاه‌تر کنیم و معکوس هم ببین بچه ها پیش بینی میکنن گیج ما تایممون کمتر میشه، نه بیشتر میشه. آره ما میخوایم برنامه‌ریزی کنیم تایممون نگه داریم، از دستمون در میره. هم از این داستان حالا احتمالا فایت کانر با مکس هالووی اون ویدیو 2 ساعت حرف باشه. حالا نه از شوخی میکنم، حالا معلوم نیست چی میشه، ولی همین دیگه. حالا زمان فایت و همه چی رو ما اعلام میکنیم تو اخبار بعدی که بچه ها دقیق بدونن. جایی هم که نشون میدن برای بچه های داخل ایران که بچه ها میدن دکتر نیکو با بچه ها میگیم ببینن. خارجی هم که دیگه فکر کنم مشکلی ندارم برای دیدن دیگه، همه جا هست. ولی اون پیجا سایت هایی که میزنن به صورت فری هم میگیم بچه ها برن ببینن دیگه. خودمون هم اینجور میدیدیم معلوم قاچاقی. آره یعنی من که حالا میتونم ببینم، میتونم هم به صورت غیر قاچاق ببینم، ولی تو مجبوری فعلا هر چی. اینم از این داستان. آره امیدوارم لذت برده باشیم. به زودی برمیگردیم با اخبار جدید با ارشای عزیز و همین. خدا نگهدار.